برنجی می شود و دو جایزه‌داری مدال برنجی رو ما معرفی کردیم. حالا به مرحله نهایی که بابا جان بابای با همراهی فریاد شیخов برای رقابت آخرین روز آخری سبقت‌های کشتن جودو در بازی‌های ورزشی تاجیکستان چی کار را انجام می‌دهند. شیخов کمربند رقیب را خوب پیدا کرد. شیخов در حالت خیلی خوب است. اینجا هم وزر بهاگذاری شد به شیخов. به تابلو دیگر باره توجه کردن بهترش. بله بیدکن با وقتی باقی مانده اعتبار دهیم به نیروسنجی که حالا اندکی گفتگوها طولانی دارد، جریان دارد. شیخов را داور وزر بهاگذاری کرد اما در تابلو نمایان نشد. از چه سبب؟ شیدا با همون سبب نادرست داشتن فریاد شیخов با این پهلوانی ونجی داده می شود. شیخов دیگر بار رجوع می کند. نسبت به بابا جان بابای راستی افضلی مهارت شیخов رو میبینیم و زر نیوی پان است. بله دقیق این فرصت، این لحظه خیلی جالب و این حالت مساعدت کننده را برای پیروزی فریاد شیخov خوب استفاده کرد و حریف را در آغاز دقیقه سیوم دچار شکست نمود.